گرفتم اینم افشاره بسته اینجا اینم یه جا نوبت امروز بازی فرق میکنه با شرط بندی یه جور دیگه است. این کاغذایی که تو دست منه مال شرط بندیه. امروز کی بتونه شرط بندی کنه و با چاقو از کاغذ اولی گرفته تا دومی و سومی خلاصه تا آخری رو بزنه برنده است. کم و زیادش بازنده است. مشکل آقا کار هر کسی نیست. گاو نر میخواهد و مرد کهن. حالا من به نمایندگی از طرف موسوقه شرط می‌بندم 10 تومن به 100 تومن که هر کدوم خواستین بزنه. اولی و دومیش دخل صبح تا شب قهوه چیه؟ مجامیه. سومی و چهارمیش نظر فقیر فقراست و خرج قریب غربا. البته مالیاتش پای خودشونه. پنجمی شیشمیش خونبهاست. گیتاغوله بشه خونش پای خودشه. بل نسبت جاهلای شیره‌ای نه کرک نه حق بازی نه شامورتی بازی نه مهره مار داره. به موتون قسم بهش میگن چیش میگن؟ تردستی. بابا تو هم کاش ما رو با این همه بی‌سوادی. تردستی چیه؟ پس چی میگن؟ بابا اینا با آخرش یاد نمی‌رسیمی؟ چی کارش داری؟ رهشو گرفتم از دستش. ما شرط می‌بندیم. تو دهمی شرط می‌بندی 50 تومن. 100 می‌بندم که یه ضرب براش دارم باشه. 70 تومن. میگه 70 تومن علی. بردوای خاک پدرم ضرر میکنه. 80 تومن به جدم بیشتر نمی‌بندم. چی میگی علی؟ باشه قبوله. به جمال پاک محمد صلوات بفرستی. لا ای بهش جان راحت کنه خیلی خوبه. این چای غفاری ما یالا پول رد کن که گرفتاری داره. زود باش. بشمارش بیا. بعد آوردن نمیشمارن. خب بازم شرط میبندم. کی حاضر شرط بنده؟ کی حاضر شرط بنده؟ کی پولش تو جیب سیادی کرده؟ چای ما چی شد؟ یالا چه چی؟ چی شد؟ غلط نکنم یه چارپایه جاش تو دستگاه خالی بود پرش دادم. یاد شبون افتادم. فقط اون این کارو میکرد. خودش علی شب. آره سلام نمردم و بازم دیرم. نوکرتم بله. گل کاشتی. دیر شدی علی ریزه. عقاسته روزگاره دیگه چه کنی؟ شبون علی هم بازیمون گم شده بود. شاد خودشه با جونتا. کجا رفتی ها غیبت زن؟ اونجایی که عرب نینداخت. خدا گذر گرگ بیابونو ننداز اونجا. سر من این سیاه خدا بیامرز بود. خودشو آتیش زد. آره کار نگره بی همه چیز بود. سر زمینای بابام که غصبشون کرد. خواستم حقمو بگیرم اونجوری فراریم داد. مجوری زابرا کرده. ننه بیچاره منم اون کش. یادته؟ بعدشم همه جا چو انداخت که من حرومیم. من که خلاص یه جور زهرمو بهش میدوزم. چه خوب شد دوباره برگشتی شبون. اومدم حسابمو با نیر تصفیه کنم. یا حقمو میگیرم یا جونمو میذارم بالاش. زمینه تو که همش ساخته شده. خرابشون میکنم. چیه مسترخه؟ انگار ناراحت شدی. آره واسه خود شبون. چرا واسه من؟ آخه اون هنوزم با نگره. شبای شنبه و سه شنبه و پنج شنبه. اگه تا صبح با نگر دکتر بازی نکنه اعدامیه. باز شروع کردی علی؟ راست میگم اون سرخه؟ واسه من فرقی نمیکنه.
حیوونا میدونن جای دوست و دشمن کجاست. رفاقتم با شما جاش تو کنج قلبمه. دشمنی من با نیر تو تیغه دشنمه. ولی شعبان، من فقط واسه خاطر تو دلواپسم. جلوم نمیخواد یه مو از سرت کم بشه. از قضا این یکی راست میگه. نیر دیگه اون نیر سابق نیست. اژدهای 1000 پاس که 1000 جورم دم و دستگاه داره. خونه آخرش چیه؟ غیر مردنه؟ من امروز میخوام نیر آبادو به هم بریزم. اینقدر که نیر خودش بیاد سراغم و بگه حقمو میده. فقط یه چیزی هست. چی؟ میخوام یه امروز تو نیر آباد آفتابی نشی. میدونم که نیر غیر از تو کسی رو پیدا نمیکنه وایسونه جلو من. نوکرتم، هرچی تو بخوای شعبون. ولی مثل این که تو الان خیلی داغی. بذار داغ بمونم. سرما خستم کرده. امشب شما رو تو باغ کلبی میبینم. ببینم تو زنده است؟ خودش که میگه هست. خداحافظ. سلام. خیر پیش. مواظب خودت باش شعبون. اینقدر حرف موساخره نزن نیر بفهمه آتیشت میزنه. حالا خانم نیر میاد خودش براتون میگه فایده چیه تو ظلم آباد آبادان بپوسین، آخرش هم هیچی گیرتون نیاد. اینجا ماه به ماه حقوق میگیرین و وضعتونم معلومه. از این نیر کی میاد؟ نیر نه و نیر خانم. نه بعد خودم خبرت میکنم. بیا وارسته بودو. سلام. صد دفعه گفتم بازی مال شب و وقت بیکاری. بازم بگم به تو هم وقتی میگم سیگار نکش واس خودته. خودت هر ریخت و صدا میفتی. نیر شما هستین؟ چی کار داری؟ یه اختیاریه داریم. عبداللهی کجاست؟ عوض شده؟ نه خیر منتظر خدمت شده. آها پس تو مأمور جدیدی. بله. حسن لطفاً اینجا رو امضا کنید. شما پاشین برین یه دستی بکشین به سر صورتتون برین خونه آقای حکیمی. من شب برمیگردم. حالا برو. بله خانم. چیه چه امری خبره؟ داشتین؟ اونا کیان؟ تقیه اومده. 2 تا هم زن آورده. 20 جندی هم. خیلی چی گفتی تو؟ گفتم اینجا رو امضا کنید. حسن برو کفترهای سید فرجو بیار بینم. خرج راش هم بده راش بله بنداز. خانم. خانم اینجا رو امضا کنید من مرخص شم. سواد نداشته باشم چی؟ یا مهر بزنید یا انگشت. با کدوم انگوش این یا این؟ جفتشون هم خوبن. آره خانم نامه خیلی خوب. تو برو به تقی بگو زنا رو ورداره ببره خونه مامان حمیده. بگی ازشون سفتم بگیره. حق و حساب تغییرم بهش بده و برگرد. چشم خانم. کجا رو انگوش بزنم؟ اینجا رو. بیا. نمیخوام بدونم. هر وقت دلت خواست بدونی بیا عمم. هر جا باشه خبرم میکنم. سفته هاشو ببر بده پاسگاه درست میشه. یه چیز دیگه خانم. تو خونه مامان والیه خیلی چاقو کشی میشه. همش تقصیر شاهین چکمه‌ایه. والیه رو عوض میکنم. این شاهین چکمه‌ای زیادی مزاحمه. یه جوری خاطرخواش کن، یه کاری بکن دیگه. یه سری هم بزن خونه مامان حمیده ببین اون دخترای شوشتری در چه حالین. بله خانم. چی شده اصلا؟ چی شده؟ چیه؟ کش چی شده آخه؟ کش خانم همه رو داره میکشه. ایسته مثل بچه آدم حرف بزن ببینم کی داره میکشه؟ یه لنده هوره قریب است با چاقو افتاده به جون همه. مامان طول میخواد شما رو خبر کنه کله باش کرد قیامت کرد. موسرخه نیست خانم. صبح رفت بیرون. خیلی خوب حسن تو با من بیا تو همینو جمع و جورش کن تا من برگردم.
چیه ولایت شلوغ کردی؟ ببخشید جاه یه خورده تاریک بود سیبیلاتو ندیدم. بیرون، همه بیرون. باش بیا فرخی، باش بیا. باز چیه شبان؟ این بچه بازی ها چیه؟ حقمو میخوام، زمینامو میخوام. اینجا که تو روش وایسادی جدن در جد مال منه. خب مثل بچه آدم میومدی با خودم حرف میزدی. اون دفعه مثل برم، ولی تو من این سیاه بیچاره رو آتیش زدی و همه چی داختی گردن من. 6 سال آواره غربت و حبس بودم. حق تو میدم، هر جور که بخوای. تو زبونت میگه لا اله الا الله ولی دلت با شیطونه. چجوری باورم بشه؟ میریم محضر سند میدم. فردا تو منو بهتر میشناسی. فردا صبح باشه؟ باشه. تا فردا. سلام خانم نیر. آقای حکیمی هستن؟ برای شما همیشه هستم. سلام. 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 سلام خانم نیر. با اجازه آقای حکیمی چند دقیقه اینجا رو خلوت کنیم. باز چه خبر نیر؟ خلوت کردی؟ شعبون پسر میرزا محمود برگشته. امروز همه این نیرآباد ریخته بود به هم. حق زمیناشو میخواد. باشه حقشو بهش میدیم همین امشب. به سلامتی. یه تن خدا فدای دوتا. نکنه بره جایی که درد و بلا نباشه. برو قربون دست. سلامت جانبی جانم. پنسیر چاپسی آورد بیا. ایسا یه پنسری تخت تقیق. به به امشب نوربان کردی. داشتی میگفتی شبو. آره خلاصه نیرآبادو شلوغ کردم. این اینکه وقتی دیوونه میشد کافر و مسلمانو میبست به هم. آب بعدش چی؟ هیچی نیر اومد سراغ حقمو میده. یکی از سوگلیاشم بخشید به من. امشبم قراره با هم بریمش. من میدونستم باهات کنار میاد، واسه همینم اونور آفتابی نشدم. بلکن با تام دلت خوشه. تو شریک دوست یا رفیق قافله. چیه علی بازم مغز کردی؟ نیر واسه تو یکی خوبه. منو عصبانی نکن علی. ازش بپرس 5 دقیقه پیش که میگفت میخوام برم کجا میخواست بره؟ خب میرم خونه. منظورت چیه؟ بله خونه، وگرنه مامان جور نگرش پول تو جیبشو قطع میکنه. خوب میکنم میرم، از اشرف بهتره نامرد. راگی ای منم شب میرفتم تو بغل قاتل ننه تو میخوابیدم نامرد بودم. ول نمی کنیم بعد یه عمری رسیدیم به هم. ببین چه علم شنگه‌ای را انداختن ها. تو باش برو سرخه. منم دیگه الان باس برم. قربونت. فردا میبینمت. قربون شکلت. از من خداحافظی نمیکنی؟ بی خود سر به سرش میذاری علی. تو که میدونی اون دلش این بچه ها صاف و ساده. بی خود اذیتش کرده. توف به گور پدر پدست دوختت علی که معلوم نیست بابات کی هست. دیر کردی امشب. مگه سه شنبه نیست؟ چرا هست؟ منتها من رفته بودم با شعبون رفته بودی عرق خوری. باز این حسن تعبیری ناکس خبرچینی منو کرده. میخواستی یه استخون خیز کنی بدی دستش بلیسه. صبحم واسه این تو نیرآباد نموندی که ترسیدی تو رو وایسونم جلوی شعبون. خب اون رفیق منه نیر. اون هیچی تو نیست. همه چیه تو منم نیستم. چرا؟ هستی من همیشه میگم هستی. منتها خب شعبون فقط حقشو میخواد. اون هیچ حقی نداره. اون اگه زمینای پدرش اینجاست
من عمر و جوونیم اینجاست. تو چشمای من جای برق هزاران تیغه چاقوه. قیمت این زمینا پول خون منه. اگه من نیر آبادو اینجا نساخته بودم سر و ته این زمینا سنار نمیارزید. حالا بیام به این قرمساق بابت یه تیکه کاغذی که تو دستشه باج سیبیل بدم. این حرفا از من گذشته. اگه کسی جلوی نیر آباد وایسه جلوی عمر و جوونی من وایساده. من گردن اون آدمو میشکنم. باورم نمیشد صبح به این زودی بیاد سراغم. دیشه از هم دلخواش شدیدم. بخشش از بزرگان از خره. اومدم با هم بریم دنبال شعبون. دلم براش بعد جوری شروع میزنه. دلت شور نزنه. اون تنها یه دنیا رو حریفه. حالا وایستا من برم خودم خوش کنم و بیام. باش. یه مشتری گردن کلفت و پولدار تو خونه من وا میشه، مامان خاتون قرش میزنه و میبردش تو خونه خودشو واسه سفره میندازه. حسودیش میشه، چش نداره ببینه. من حسودی میشه یا تو چش نداری منو ببینی؟ خانم نگیرآباد به هم ریخته. سگای هار خانم یادش رفته. من میدونم چه کارا کرده. خفه شو. مگه پارسال تو خونه سر یه زنو نبریدن؟ بس دیگه سنوبر. خاتون پاشین برین دنبال کارتون. من خودم ترتیبشو میدم. حسن. بله خانم جون بفرمایید. برو تتوی کارشونو در بیار. میخوام سیر تا پیاز روشنم کنی. حالیمه خانم، حالیمه.
شام کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ خونه بودم. منظورت چیه؟ تو دروغ میگی! تو دیشب با شعبون بودی، نبودی؟ بودم که بودم. حالا مگه چی شده؟ به تو چه؟ به من چه؟ به من چه کسا؟ ببر صدا تو! که خدا به دادت برسه! شب با شعبون کجا رفتی؟ کافه بودیم. بعدش هم من اومدم. بعدش چی؟ بعدش چی؟ شعبون کجا رفت؟ بحث دیگه شرط شد انقدر لفتش ندید تمومش کنی داری بلشون کن بابا بیا بریم دختر آبروریزی نکن بیا بالا نکن من که تو را جای بدی نبردم حالا اگه دنگی بلشون کن بابا نمیاد به درک میبره صبر کن من بیارم این حرفا چیه بیا بالا دختر جون من میخواستم امتحانت کنم نه من نمیام ولم کن نمیام جلوی مردم بد میشه میبری چی شده؟ سلام آقای موساخه چیزی نیست از دریا اینجور چیزا میترسه ترس نداره خانم من شما مال این طرفا نیستی بعده بیا بریم و ایلا کار دستمون میدی بیا بریم بیا بالا دختر پاتو بس اینجا آری بیا بالا بپن همون شد شما بفرمایید اومدین بیا بریم آقا دختر برو شد آری چه میشه همینجا بشی آقا دختر دختر شهرستانیه اما لباس بندری تنشه شکم برداشت یعنی میگی کلبه قارش زده که زده نمیدونی دختر چه حالی داشت کلبی منو سیاه کرد گفت از لنج و دریا میترسه دلم واسش سوید نه بابا تشنمه گلوم خوش شد چش ببخشین آقا قربون دستت برم بی زحمت یه خورده آب خوردن به ما بدین الان میرم واسط بیارم من واسهشون میبرم بگیرم باره کله باره ببخش موسرخه زمان کشیدی صورتو بپوشون قربونتم خیلی ممنونم دست شما درد نکنه خدا بد نده چطه منقلبی نه بابا چیزی نیست غلط نکنم گرفت چی گرفت؟ ششتو انگار به خالم نشسته به مرگ علی نرفتی از کنه جناب آقای کلبه کان عرض داشتم ارزم حضور مهدور نوظهور پرزور جنابالی میخوام عرض بنمایم که ممنونت هم بذار برم بابا شب تو کافت مست کردم حالا وقتی نهد کنی امشب باشه شما مال این طرفا نیستی؟ نه کرموشاییه با کلبی قوم و خیشی از فامیلای پدرمه اسمت چیه؟ آهو ایگل
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، دیوونم کردی. ول کن بذار برم به کارم. آره با چاکرتم. رسیدیم به خشکی. ببخشید شما رو خسته کردم. خسته نشدم. کاری نکردم که خسته بشم. شما خسته شد. را بیا بابا، را بیا. برو بریم. ممنونتم موسافر. اختیار داری. خداحافظ شما. برو بیا. بیا جلو بابا. را بیافت دیگه. برو بریم. خدا نگهدار. امشب افتادیم آره؟ کجا افتادی؟ کافه کلبی. لپاش گلی بود. دهنش که کاسه نبود. لب به جانبونی کلب جورش کرده. چشاش مثل دریا بود. انگاه حالت خوش نیمون سرخه. علی تالا خاطرخواه شدی؟ آره. والا یکی با چشش خاطرخواه میشه، یکی با دلش. اگه با هر دوتاش بشه چی؟ توفیر نمیکنه، جفت مردنه. از این یکی حرفت خوشم نیومد. آخه من قربون این هکلتم. اگه باغچه دلتو ببرن دیگه به هیچ ریختی نمیتونی پرتش بگیری. با چاقو پسش میگیرم. گور به گور میشی. ببخشید شما رو خسته کردم. گفت ببخشید شما رو خسته کردم. ولی من هیچ نفهمیدم چه رسیدیم به خشکی جون تو. علی میرم بندر لنگه. برو جونم، برو بندر لنگه پیش عمو جون سردارت ببینم چه دست گلی به سرت میزنه. اگه من تو رو بردم پیش آدم حسابی که اونم آبروریزی کردی، عمو جونت راست راستی دستت میذاره تو دست داش سهرابت تا عین گوسفند سرت بذاره رو سینه. هر بلایی سر من بیاد بهتر از اون کاریه که تو میگی بکنم. من از این کارا نمیکنم. نکن جونم نکن. اصلا تقصیر منه که از اول تو رو توی این خونه راه دادم. بابات 20 سال پیش با من تو یک کاسه تریت خورده که خورده. حالا من باید بدبختی دخترش که رفته خودشون لو داده بکشم. توف به تو روزگار. تو این کرموشای موقعی شونه هم پر از قطار فشنگ بود. حالا به نادرستی افتادم، زیر بار ننگم. خدایا شکرت که چشمم کوره و روی بی غیرتا رو نمیبینم. برو دنبالش، برو پیداش کن، برو بکشش. بابا حیف که تفنگ هستم نیستم نکش. صدات بزنمت. دوره تفنگ گذشته پیرمرد. دوره تفنگ گذشته. بی‌ناموسیه، دوره بی‌غیرتیه. دخترت فرار کرده، خودت مثل لچک به سرا نشستی تو خونه و روز شماری. آروم باش من دست نزن. برو آبروتو جمع کن. برو ببین خواهرت تو کدوم نجیب خونه ضرب بالین کی گذاشته. پیداش میکنم با پیداش کن. به موت قسم پیداش میکنم. پیداش کن. من چشمم کوره ولی بوی خونشو میشناسم. پیران خونشو برام بیار تا بوش کنم و راحت بمیرم. ورهای خاک مادر، اگه شده جنازه‌شم از قبر بکشم بیرون، سرشو برات میارم. سلام موسرخه. اومدم پیش صندوق دلم رو وا کنم. تو عالم رفاقت خوش دارم یه چیزی بهت بگم. من خاطرخواه شدم. آره تو بمیری جون موسرخه راست میگم. لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، همه با همه رو بلنه. آهو موسرخه رو عشقه. آهو انگار از دست یک گله شکارچی فرار کرده. یو سیخه که اومد تو چشای من قایم شد. منم چشامو بستم که نپره. چراغ دلم روشن شد. موسرخه مام لو رفتی. حالا منم و یاوی فراری. آی علی پاپتی بخچه دلمو بردن. حالا چریخ دلمو پس چی کار کنم؟ میرم سراغش، بهش میگم تو اونی، همونی که من چند سال خواب تو میدیدم، همونی که من یه عمر دنبالت میگشتم. خدایا ببین چی کارم کردی.
ببین چه بلایی سر موسرخت آوردی. تو یه حول بلا ناسورم کردی، عاشق شدم. بادابا میرم سراغش. علی یه چیزی نداری؟ من خجالت نداری؟ هر چی بخوام بگی واسه تو معلومه. از آبو کجا سمیم؟ کله پاچم کردی بابا. یه دقیقه دنگ رو جگر بزن ببینیم دنیا دست کیه. باز تو سر من داد زدی بی فامی. جون علی وسط قلم اطفال نیاد. تو رو 5 دن قبوله؟ قبول. کلبی جون کلبی هم بفرمون. گوشتو بیار جلو. آوردن. میگم کلبی این ماشین سواری ما چی شد؟ همون دختره کرموشایی که قولومش کردیم موندهش کن بریم دیگه. کجا؟ به جون این سیبیلا من سر قولم هستم. سب کن آبا اساسی بیفته پیش کشید. علی کلبی رو صدا کمش بگو. خودت بهش بگو. این دیگه چه جور عشقیه؟ بگو ما هم بدونیم. اصلا میدونی چیه؟ کلبه! باز که تو بلنگو برد داری. یواشتر پسر. باشه. کلبه! جون کلبی نوکرم چاکرم امری بود. مسترخه بهش بگو. من نمیگم تو بگو. تو چه شد گرفته؟ من معاملش بکنم. مگه نگفتم از باغ نره بیرون؟ دانشوی بابا با ویلا دارن میان. کلبی چی شده؟ سالات خانه سهراب خان دیدی چه خاکی به سرم شد. الان اینجا رو به خون کشم. خب بسپارش دست موسرخه. یه کاری بکن کل حبیب. با ویلا تو برو پشت کپارا قایم شو برو. موسرخه دست کاسم بده. الان میان خاک بر سرم شد. بفرم گل حاضر دو تا. خوش اومدی سهراب خان. سلام. بفرمین کافه متعلق به خودتونه. لااقل زودتر خبر میکردین جلوتون گوسفند چیزی همه بکشین. جور نشستی منو نگاه میکنی. نگفتی کلبی قولشو به تو داده. دست این موسرخه باز شناسنامو عوض کنم. باشه برو دنبالش داغشو چوب بزن زود برگرد بیا خبرم بکن. به جام دیگه. باشه. کلبی بیاقی و اینجور کافه ها چه بلایی سرت اومده؟ روزگار دیگه خان گهی پشت بزین و گهی زین بکن. خیر باشه این طرفا. دخترم از کرمانشاه قهر کرده. گویا اومده این طرفا. بلکه هم بندر لیلی پیش عموش باشه. شما خبری ندارید از عمو سردار؟ والا نجون شما مدتی ازش بیخبرم. حالا خسته این فکرشو نکنی. درست میشه. سرشو میذارم رو سینه پدرشو به عزاش میشونم. پیرن خونیشو لان دارم. حالا از راه رسیدین شام بیارم بخورین بعد خدا بزرگه. داشتن میرفتن پشت کپرا. حالا درست شد. بشین الان میریم. سردته.
ما اینجام نباس از دست تخم ماهد برم. اینجا که نیر آباد نیست. خارج از محدود است. این ماشین سواری مال منه. پیش قسطم دادم به کلبی. اومدم نمرش کنم که سوارش بشم. اما انگاری سویچو تو برداشتی. ما هم پا رکابیاشیم. قالپاقاش هم مال ماست. دختره رو رد کن بیادش. من که نفهمیدم شما چی گفتین. اگه منظورتون اینه مرد باشین و از این ور من برین اون ور من، تا از اون ور من با دختره بیاین این ور من. اگه من رفتم اون ور تو همین ور باش، این ور اون ورش نکنی، همین ور باش. حالا کی میخواد بره اون ور؟ ببینم خوش میگذره. امشب چه شبیه موسرخه؟ انگار شب سه شنبه است. نه جانم، شب مراته، شب عقشه. تو پاشو برای اشرف، من و تو با هم میریم اون زیر. واسه زخم تو هم اینجا درمون هست. ما رفتیم. علی ریزه است دیگه. اینجا وسط دریاست و دست همه از دامن ما کوتاست. تا صبح عشق کنین و فکر کنین که جز شما دو نفر تو دنیا هیچ که دیگه نی. ما رفت. هر وقت غم و غصه یخمو میگیره میام با دریا حرف میزنم. دلم میخواد وقتی مردم تو دریا قبرم کنم. به سر بده، داری میلرزی دخترم. خیلی ممنون موسرخه. تو چرا اینقدر به من محبت میکنی؟ والا خودم هم حیرونم. راستش وقتی که دیدمت یه جوری شدم، انگار مریض احوالم. علی ریزه میگه مال خاطرهایی. تو واسه چی رفتی پیش کلبی؟ بابا میگو بعد خودش فقط کلحبیب میتونه در حق ما پدری کنه، ولی بابا اشتباه میکرد. دعاشو بابات واسه چی میخوام تو رو بکشم؟ من تو چی کار کردم؟ اینو حق دارن، من آبروشونو بردم. یه پسرمو داشتم که چشش دنبال من بود. یه روز از خودم غافل شدم و اون کاری که نباید بشه شد. داداشم فهمید رفت سراغش، ولی اون فراری شد. نزدیک کرموشا با موتور رفت زیر یه کامیون مرد. منم از ترسم فرار کردم. من سنگر بلات میشم، هرچی باد آباد. علی ریزه کجا رفتی؟ علی ریزه علی چیه؟ چی شده؟ نگاش نکن. نه ترس بابا، منم. نصف شبی اومدی سراغم که چی موسرخه؟ صبح بابا، خیلی وقت صبح شده. پاشو کارت دارم. اول بگو بینم شیر یا روبا، روز سفید شدی یا نه؟ من دیشب تا صبح نخوابیدم، بالا سر آهو بودم. چرا؟ فقط نگاش میکردم. پس از دیشب تا حالا فقط تماشاش میکردی؟ بفرما، دیدی تو خرخره عاشق شدی؟
علی من دیگه اون موسرخه نیستم. بدون آهو کله پا میشم. میخوامش. جون تو بدجوری میخوامش. لابد میخوای نگرم بفرستی خواستگاری پیش داشتش. دیگه هم به کلبی پسش نمیدم. حالیته آقا کجا نگرش میداری؟ تو کپرتو قایمش میکنم. بعد یه فکری واسش میکنم. من حرفی ندارم ولی بعدش هرچی بشه پای خودت با. خیلی خوب باشه. پاشو بریم. باشه پاشو که گاومون زهی. الفاتحه فی نیر والنجر آباد. سلام خانم نیر هست؟ هستش اما هیدر جون حال احوالش خوش نیست. نری پیشش بهتر. خیلی خوب باشه بعدم میام. خوش اومدی. خداحافظ. سلام. سلام کردم. دیشب که شنبه نبود. بیا تو اتاق. بله فرمایش. راستشو بگو کجا بودی؟ جاد خالی جزیره قشم بودم. دروغ میگی. دریا خراب بود نتونستم خدا کنه به عقلش رسیده باشه بره پیش عموش. تا بندر لنگه میرینه دستتون به هیچ جا بند نیست. مواظب این سهراب باش. والا خودم هم موندم. یه طرف پای ناموس در میونه، یه طرف جون جوونم. راستش نمیدونم چی کار کنم. ببین سالار خان، من میگم تا این سهراب کاری دست خودش نده جمع و جورش کن ببرش کرموشا. این جوونی که من میبینم آخرش یه خون میکنه و سرش میره بالای دار. مگه نمیخوای بیایی بابا؟ اومدم پسرم. خب خداحافظ. به امان خدا. کلبیب خداحافظ. خوش اومدید. دست علی همراهتون. به سلامت سهراب خان. ایشالله که به خیر بگذره. داداشو بابا اونا اینجا دنبال من میگردن. پیدام کنن میکشنم. مرا مبارکه. ببینم نخیر انگار نامبارکه. کپر علی ریزه کلبیم اومده دنبال آهو. آهو بی آهو جیگرشو در میارم. نه تو اینجا باش من میرم باش حرف میزنم. السلام کلبی. این رسم مردیه که ما دختره بدین دستتون دیگه پسم ندین. نامرد اینجا هم ولم نمیکنه. عصری از اینجا میریم. هر جفتمون راحت میشیم. از دست همه. خدا کنه. میکنه خدا میکنه. رفتم ببینم چه مرگشه. برو دختره بیا. کلبی آیه موسرخه در میونه. از خیرش بگذر. میدونی که موسرخه چشم و چراغ نگره. تو هم که بدهکار نگری. بهتره اینو ندید بگیری خطرناکه جونم. برو تا موسرخه کفش در نیمده. برو اصطلاحته. برو قربونتم. برو خوش اومدی. برو. چه مخی دارم من. تو نمیری باز بهم افتخار کنی. گفتم که اگه یه خود دیگه اینجا بمونی موسرخه میخورده. خلاصه ردش کردم رفت. حالا تو برو پول و شناسنامه‌تو بردار بیار همونجا که گفتم. برو قربونه کره. باشه پس تو آهو رو میاری؟ آره جون تو عجله کن. کفترها خیلی کثیف شده. به سنم بگو تمیزش کنه. چشم خانم. موسرخه کجاست؟ بالاش خانم.
سلام ناخدا رحمان. سلام علیکم. علی ریاض. سلام مصب رفته یه مش آدم بیاره دیر کردم. یه دختر. خیلی دختر قشنگیه. میتونم بدمش به یکی از پولدارای این جزیره ها. شما گردن ما بیشتر از اینا حق دارید. ما با محبت‌های قدیم شما تو این شهر رو کمون واسه. کلا هم این دختر لقمه شماست. واسه من درد سره. اوناش با من. خب با اجازه شما. امری نداریم. به سلامت. خدا نگهدار. بلند شو وایسا. اسمت چیه؟ میدونم. کرمانشاهی هم هستی. آهو خانم خوب گوشاتو واکن. اینجا نیر آباده. اینجا آخر خطه. به من میگن نیر. به پا عصبانیم نکنی. به من دست نزن. تو اومدی اینجا دنبال شوهر؟ به من دست نزن. میخوای وسط نیر آباد لختت کنم؟ دختر جون، اینی که تو داری همه دارن. منتها بعضیا تو خونه زندگیشون ازش استفاده میکنن، بعضی هم هر جا که دلشون بخواد. خب حالا چیکار میکنی؟ یه کاریش خانم میکنیم. این دختر لب به غذا نمیزنه، تلف میشه ها. آدم گشنه سنگم میخوره. برو از اتاق بالا بیار ببر بندازش تو این اتاق. خودم میام ترتیبشو میدم. خب دیگه جوونه خانم. همیشه قبلا منو تو جریان پرونده ها مطمئن باشین خانم. سلام. سلام. چته؟ ناراحتی؟ هستم. برو بالا استراحت کن، من همین الان میام. خب فهمیدی که چی گفتم؟ بله فهمیدم. هر امر و فرمایشی داشته باشین. قشم اومدم خسته شدم. برو تو اتاق بخواب، منم هم تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود با علی بیای اسکله؟ چرا سر از اینجا رو؟ آره، اون تو کپره اومد دنبالم، گفت میخواد بیارتم پیش تو، ولی بردم پیش کلحبیب. کلحبیب منو آورد تو این داد دست این زنه. مو سرخه چرا علی ریزه این کارو کرد؟ ای حروم. من اصلا نمیدونم داره چی میشه. تو بدادم. تمام شد با زرنگ اینجا منم. اینجا نیر آباده. یه نیر داره، یه موته، یه اصلا تبعیدی. باید بریم سراغ اونا. فقط اینجا رو ندیده داریم. تمام شد با زرنگ اینجا منم. اینجا نیر آباده. یه نیر داره، یه موسرخه، یه اصلا تبعید. باید بریم سراغ اونا. فقط اینجا رو ندیده داریم. مگه تو نمیخوای بیای بابا؟ چرا موندی بابا؟ مگه تو نمیخوای پیاده بشی؟ باز چی پیاده بشم؟ بیام تو فاحشه خونه بندر عباس؟ عقب دخترم، ناموسم، پاره چیکرم بکردم؟ سوغات سفر ما پیرن خونی آهوه. برای این سوغات نگیر آباد که هیچی. دنیارم کنف یکون میکنم. آره با موسرخه دعوام شد. من عصبانی کرد. منم چاقو کشیدم افتادم به جونش. کافر نبیده همچی لباساشو به تنش تیکه پاره کردم که خط رو پوستش ننداختم. موسرخه قش کرد. وقتی به هوش اومد یه چکش زدم بازم قش کرد.
چک اول به دوم نرسیده خورده نخورده دیدم. اشهد ان لا اله الا الله. خلاصه اگه یه مرد تو دنیا باشه اونم موسرخه. آهو کجاست؟ چطور مگه؟ گفتم آهو کجاست؟ حالا بشین با داشتم تعریفتو میکردم. خلاصه آقایی که شما آهو باشید. کجاست علی پاپاتی؟ من چه میدونم بابا؟ من تو آستین منه. در چه؟ سرش کم بشه وای به حالت. تا آخر عمرت که نمیتونی زیر آب باشی. آرام زاده یا لعنتی. بری کنار. رفت خیلی وقت رفته با. زیر آبیره دیدی؟ نفس رو دیدی مثلا جازت فرار کرد. من که نگفتی موسرخه ازت میترسه بعد چی شد؟ تو جوانی پس عقلت نمیرسه. بعضی وقتا آدم باید کوتاه بیاد. اگه میزدمش میمرد اون وقت سرم میره بالای دار. آره راست میگی. چیزه موسرخه اومد بتا. من لب نیا لب نیا. دختره کیتونه؟ از فامیلای دورمونه. میگن نه یه اینجا همه کاره. راست گفتن ولی اون همه جا نیست که از همه چیز خبر داشته باشه. گفتن اون از همه چیز خبر داره. من میخوام با خودش حرف بزنم. پس اینجا باش تا خبرش. مرگش راضیم خدا. نظر به بی‌ناموسی ببینمش. سلام علیکم. سلام. چی؟ چیه تبعیدی؟ ماتت برده. داغتون زایده خانم جون. تو رو پس انداخته؟ نه خانم اینو پس انداخته. قابلش هم کلهبی بوده. لوندی نکن حرفتو بزن. تو از فامیلاش اومدن. اینم عکسشه. بس دیگه. اومدن دستبوس شما که کمکشون کنی پیداش کنن. از سیبیلای یکیشون خون میچکه. خون. تو که میدونستی دختر پیش کل حبیب بوده چرا بهشون نگفتی؟ آخه موسرخه دلخور میشید خانم جون. طلبی قولش به من داده بود ولی موسرخه قولش زد عشقش هم رسید. بیا اینجا ببینم. داداشو بابا من محض خدا نزار پیدام کنم. کمکم کن هر کاری بگی میکنم. دستتونو میبوسم پاتونو میبوسم فقط نذارین منو ببینم. تو رو به خدا کمکم کنین. بریم هر کاری بگی میکنم. بیا. چی جوابش نمیدین؟ چی؟ به اونا خبر بدین. اونا راحت تر از شما میتونن پیداش کنن. ضامن آبرو و ناموس ما خودمون هستیم. من اینجا به خونه هام میسپرم. اگه دیدنش خبرتون میکنم. شما فقط آدرستون رو بدین. ما مسافرخونه کرمانشاهی هستیم. اگه پیداش کردین همه چیز ما گروی شما. باشه خبرتون میکنم.
یه چیزی میخواستم بهتون بگم منتها از من ندید بگیرینا. دوباره که عکس این فامیلیتون رو دیدم یادم افتاد کجا دیدمش. کجا دیدیش؟ پیش کلبی صاحب باغ باشی، انگار باش کار میکنه. کافش زیاد دور نیست، تو شقوه بالای نیرآباد. تو اونجا دیدیش؟ محاله. اون فامیله. اون عین عقرب میمونه، اگه بتونه به خودش هم نیش میزنه. بریم بابا. اونا رفتم ولی برمیگردم میفرستم دنبالشون فرخونه. دیشب موسرخه اومد تو اتاقت؟ بله خانم. بر اساس خبری که یونایتد پرس مخابره کرده، ترکیه از برقراری آتش بس استقبال کرده. چه عجب، کم پیدایی. زیر سایه شماییم. پیشکشای پریروز خوب بودن آقای حکیمی. آره خیلی خوب بود، دستت درد نکنه. خب خبریه؟ موسرخه. موسرخه؟ مگه رفیق خودت نیست؟ همون هفته 3 شبیه. اینطور که تو پیش میری خطرناکه. میترسم یهو بیای بگی نیر. فردا بفرستش جزیره هرمز. میدونی که کجا رو میگم؟ آره میدونم. موسرخه. سلام رفیق. تو نارفیقی، تو نامردی، تو شمری، تو یزیدی. جون تو نه، من هنوز رفیقتم. همون علی ریزه، علی پاپتی. وایسا، اگه مردی وایسا. تو نامردی. من باز باید حرف بزنم. خیلی چیزا هست که باید واسط بگم. که من نامردم. میخوای بزنی بزن، میخوای بکشی بکش، ولی من هر کاری کردم واسه خاطر تو کردم. تو بردی دختری رو که من از چشام بیشتر میخواستمش دادیش دست نگر، حالا میگی واسه من کردی؟ آره واسه تو. مگه نگر کیه؟ تو نمیدونی؟ من نمیدونم. تو واسم بگو ننمه، بگو بابامه، بگو زنمه، برمه، بگو آقا بالسترمه. آخه تو که نمیدونی. هرچه چند تا آدم جمع میشن و میخوان بخندن حرف تو و نگر رو میزنن. آخه تو کی میخوای دم نزنی؟ من اون دختره رو از قصد بردم دادم دست نگر که تو سر غیرت بیای یا تو روش وایسی، چون میدونم فقط از تو برمیاد که به نگر بگی هیچکی نیستی. تو یکی هستی که میتونی اون بالا دستشی بگیری و بگی رو چه حسابی. حالا اگه غیرت داری میری و به قیمت کشتن نگر دختره رو از اون خونه میکشی بیرون. اگه ازت که من جونم شده میذارم و تو و دختره رو جفتیتون از اینجا فراری میدم، وگرنه همون بهتر که بالای عشقت تو خونه های نگر ژتون بفروشی و منم واسه تو نارفیق و نامرد باشم، چون از بچه که شنفتم مردی واسه مرد برازنده است و رفاقت واسه رفیق. آهو بی آهو جیگرشو در میارم.
کجاست نگر؟ سلام. اومدی؟ بشین. آهو کجاست؟ ناراحت نباش، جاش امنه. گفتم آهو کجاست؟ او سرخه! چشم! دیوونه شدی مو سرخه؟ امشب خیلی پریشونی. آهو کجاست نگر؟ دیوونم کردی. من تو چه؟ گفتم آهو جاش امنه. پدر و برادرش تو بندر عباس دنبالشن. اگه شما رو با هم ببینن مرگتون عروسیه. امروز برادر و پدر آهو اینجا بودن. با 1000 مصیبت دکشون کردم. چون فهمیدم که تو خاطرخواه آهو شدی. نگر، فقط بگو آهو کجاست. آهو رو فرستادم جزیره هرمز، تو همون خونه‌ای که من و تو با هم شب و روزایی داشتیم. سرخه؟ یادمه، ولی نمیدونم چرا همش فکر میکنم ممکنه یه بلایی سرش اومده باشه. نه، آهو دختر معصومی. منم که جز مو سرخه هیچ کسو ندارم. حالا که اینقدر خاطرشو میخوای، خودم واسه‌تون عروسی میگیرم. خودم دست به دستتون میدم. هر وقت دلت بخواد میتونی بری پیش آهو. اصلا میخوای الان برو، ولی نه، امشب پیش من بمون. میمونی؟ رفتنی میره، موندنی میمونه. مو سرخه، تو بچه بودی، یه بچه سر راهی، مثل یه تیکه یاقوت با موهای سرخ فرفری که من پیدات کردم. تو پسر خونده ای من شدی، بزرگت کردم، عاشقت شدم، حالاشم هستم. بس همونجا منتظر باش تا از کی میرسیم به هرمز؟ تقریبا یه ساعت دیگه مانده. پاشو پتیره، پاشو. دنیا رو ریخته به هم، آتیش به زندگیم زدی. حالا عروسی آره؟ داداش سیبیلوت هم دعوت کردم. نه تو رو خدا نزدم. بس میخوام عروس نیرآبادت کنم. میخوام با سد تاق نصرت ببندم. جای هجله میذارم تو تابوت. تو عروسی مو سرخ داماده. آره، جشن عروسی تونه. نعشتون رو میفرستم تو هجله. تو رو خدا یه نقاب کفن تنت میکنم. هجلتونم قبره. پتیاری ور پریده. تو رو خدا دارم حاضرت میکنم. مو سرخ منتظرته. دارم صورتت خوشگل میکنم. عروس باید خوشگل باشه، تو دل برو باشه. آره، اینو جمع جورش کن، زودم اینجا ببرش. کجا؟ تو خونه پایین شهر من زندونیش کن. هر بلایی که دلت میخواد سرش بیار، هر کاری که دلت میخواد باش بکن. چشم خانوم، هرچی که شما بفرمایید.
سارا پا شما این سلام بگو چه برای سرش آوردی؟ من نمیدونم آهو کجاست؟ آهو کجاست؟ بی غیران من نمیدونم کجاست. سهراب بی کجا بره؟ خواهش میکنم آهو کجاست؟ سارا من نزن عبید من یا سرزای خود رو اگه نگی له لوردت میکنه کجاست آهو؟ کجاست ای بیماری؟ نامرد سهراب کشتیش ولش کن میخورم تا خونت راست بگرد کجاست آهو؟ حالا چرا؟ نزن میگم کجاست نزن پیش نگیره آهو پیش نگیره جون حالت خوبه؟ آره حالم خوبه. جواد نجار امروز واسه روز قیامته. حرفتو بزن علی رضا. گوش کن جواد، روز انتقامه. روزیه که باهاش تقاس میگیری. الان حسن تبعیدی نامرد که تو رو به این روز انداخته، عشق موسرخه رو بلند کرده و آورده تو این باغ. ممکنه بلایی سرش بیاره. تو فقط تو عمرت واسه یه دفعه که شده همون جواد نجار جاهل قدیم باش. مرد باش، تلافی محبتای موسرخه و دلخوریای خودتو درار. هم عشق موسرخه رو نجات بده، هم حسن تبعیدی رو بکش. حالیته؟ علی آخر دنیاست، آخرشو بگو. ظلمتو شد. منو بسا بالای دیوار تا هرو پشت بونا واسه در وا کنم. قلاب بگی بینم صف بگیری ها، خیط نکنی بندو بل نکنی. بگی بینم سرا. آره دماغم برده با تو. تمیزه، یه سال پیش همون بودم. برو جواتی، حالا وقت تلافی کنی. اگه تونستی بیا لاف کنی ناخدا کریم میبرمت اون بر آب. فهمیدی که؟ برو ببینم چیکار میکنی. برو ببینم. باشو خوبیا. چی شد؟ بزنه شبا، بزنه. تا جور داره بزنه. حالا به نشونه. کجاست؟ خانم خوننی کجاست؟ خدا بنده رو ازش در میاد. مامان ایر چی کار داری؟ نیر کجاست؟ مامان ایر چی کار داری؟ من میخوام ببینمش. به ما گفتن دختره پیش نیره. ولش کن پسر. پیش علیرضا و موسرخه است. اصلا شما کجا بودین؟ مثل دوتا خروس بیمال یه دفعه صداتون در میاد. دو نفرشون ریختن سر من. ببین چه بلایی سرم آوردن. دختره کجاست؟ موسرخه و علیرضا کجا؟ محض خدا فقط جاشو به ما نشون بده. خودت باش پسر. رفتن پلو جزیره قش. من بلدم. بیا بریم نوکرتم. بریم خاک پاتم. شکرت خدا.
چه؟ علی و آهو رفتن لافت. تو خونه ناخدا کریم منتظرتن. گفت خبرت کنم قراره منم باهاتون بیام. خیلی خوب. تو برو منم بعدن میام. من و ناخدا کریم همه چیز رو برا کردیم. دلم واسه موسرخه شور میزنه. تو همینجا باش، من میرم شاید تو راه موسرخه رو دیدم. نه خیر، اینجام نیست، اما باز همین دوره برا باشم. بالاخره تو خونه یکی از همین ناخداهان. ناکه علی ریزه است. من از این طرف میرم، شما هم با ماشین اول. من چه میدونم دختر کیه؟ آی تو رو نزن، شم رو صدا میکنم شقت کنه. تو جلو نیا، کار رو خراب نکن. من میدونم چجوری یه عمر دلخورتم. امروز میخوام قصابیت بکنم. میگی یا کاری کنم سر بریدت حرف بزنه. تو نخل ناخدا خونه هیدر قشنه. هر کی بپرسی نشونت میده. من بالا بریم اینجا. کجایی که نامرد کشم کلا. حسن تابیدی؟ میکشمش. با داداشو بابای آهو تو دیر کردی اومدم دنبال تو که غافل گیر شدم، اما بهش آدرس عوضی دادم رفت. علی شرمندتم، همش تقصیر من بود. اول بگو نیر چی شد؟ چی کارش کردی؟ نمش ای والا شادم کردی رفیق. روح ننم هم شاد میشه. مسترخه برو سراغ آهو پشت کپر ناخدا کریم، ببرش اونور آب اونور دون. کاش که منم تو عروسیتون بودم. عشقم بگو عشقم. عشق مسترخه میخوام بخوام. بیا بذاریمش تو مچه. خدا تو شکر بابا با این دختری که پس انداختی. اگه پیداش بکنم. اینجام که نبودن. من میگم بهتره دو دسته بشیم و از دو را بریم. شما این طرفو بگردین، منم اون طرفو میگردم. اینجوری زودتر به نتیجه میرسیم. چی شده شلوغه؟ آره شلوغه. برو پیشش. حسن تبیدی که غیب ایزن. آهو باز دورول علیریزه باشه. اگه نمارده باشه. سهراب کار دستمون نده، شاید پیداش کنیم.
خدا به دادم برسی. امیدم نامین شد. با مصیبت بیچاره شدم. برش دارم. اینا هم با یارو بودن که بیچاره رو میزدن. لعنتی چی کار کردی؟ لامستم از خدا بیخبر. چی میگی زن؟ من دنبال خواهرم میگردم پیش علی ریزاست. چیکار میکنی سارا؟ دستتو رو زن بلند نکنی؟ برم کن بابا. آهو پیش علی ریزاست. علی ریزه مرده. اگه خواهرتو میخوای با موسرخه رفتن جایی که دست اسرائیلم بهشون نمیرسه. تا قیام قیامتم که بگردی سایشون رو پیدا نمیکنی. موسرخه واسه ای خواهرتو دستش به خون آلوده شده. دنیا رو به هم ریخته تا اونو پاک و مطهر نجات بده. تو خواهرتو میخوای. اگه موسرخه نبود خواهرت مثل من یه فاحشه میشد. بیا بزن منو بکش. من خواهرتم. تو یه خواهر داشتی، اما موسرخه خواهرای مردمه که تو نجیب خونه میپوسیدن نجات داد. منم دلم به علی ریزه خوش بود که کشتینش. خدا علی رو کشتم. خدایا چیکار کنی؟ سهراب سرش شد روز خدا بسه. جیگرم آتیش گرفته. تا قیومت که نمیتونیم بریم دنبالش. اگه جلوی لرز دلتو خونه گرم میگیره بیا منو بکش. بیرن خونینو ببر کرمانشاه. سهراب من دیگه عمرم کفاف نمیده. یا آنو برگردون کرمانشاه یا آتی زن و خاکسترمو ببر نشون فامیلا بده. خیلی خوب بابا برمیگردی. آهو دیگه همه چی تموم شد. آره خدا رو شکر. ما کجا میریم موسرخه؟ یه جای دور، خیلی دور. کجا؟ من یه جزیره بلدم که وسط دریاست. تا حالا حتی پای یه پرنده هم بهش نرسیدیم. مثل دورترین ستاره میمونه. انگار خدا اونجا رو واسه تنهایی خودش ساخت. خیلی خوبه موسرخه. من و تو و خدا